فقط یه بار ساعت 9 شب بزن بیرون، برو تو الهی و فرشته، میبینی جایی سوزن انداختن نیست. از همه جای تهران هم میان اونجا. کافه ها رو هم که میبینی یه میز خالی پیدا نمیکنی یه چای ساده بخوری. استایلای دختر پسر هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله همه ترند، به قول امروزی هم خیلی ستای ادایی زدن. یه کافه هم که میخوای بری باید یه روز قبلش رزرو کنی وگرنه جا گیرت نمیاد. پس اگه میگم مردم ایران پول ندارن، سوال اینجاست اینا کیم واقعا؟ واقعیتش اینه که این یه واکنش جمعیه به اسم شورش لذت. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه جامعه تو بحران و بی‌ثباتی فرو میره، آدما تصمیم میگیرن با لذت انتقام بگیرن، به جای تسلیم شدن لذت میبرن. ولی لذت از سر سرخوشی نیست، از سر اعتراضه. لذت میشه اسلحه نرم علیه ناامیدی. خلاصشو بیا بهت بگم پیامش چیه. ما خوشحال نیستیم ولی نمیخوایم هم غمگین به نظر برسیم. البته فکر نکن این موضوع فقط مربوط به خیابونا. همین آدمای تو خیابون نیروهای تو سازمان من و تو هن. سازمانت هم یه جامعه کوچیکه. خیلی وقتا فکر میکنیم تیممون حالش خوبه چون همه میخندن، دور هم نهار میخورن، از کارشون استوری میذارن، دست میندازن دور گردن هم. وقتی ایده‌هاشون رو نگه میدارن، وقتی به جای حل کردن فقط اجرا میکنن، وقتی فقط توی جلسات تاییدت میکنن، میگی خب همه چی عالیه اوکیه. اما من از زبون اونا میخوام بهت بگم که اون لبخنده رضایت نیست، از خستگی پنهانه، از اینه که حرف زدن، اعتراض کردن پیش تو هیچ فایده‌ای نداره. ولی تو به عنوان مدیر اگه نشونه ها رو نبینی، دیر یا زود این شورش لذت بر علیه خودت میشه که رسما میتونه کسب و کار تو تا مرز فروپاشی ببره. 3 نشونه مخفی است که دقیقاً میگه که اگه آدمای سازمانت اینطور رفتار میکنن یعنی اتفاقا حالشون خوب نیست و برعکس چیزی هست که دارن نشونت میدن. در واقع یه سبک اعتراض مدرنه و شما مدیر باید زیر و بم این رفتار رو بدونی. من کارتو راحت کردم، داخل یه لیست کامل این 3 مورد رو برات نوشتم. اگه لازمش داری همین الان عدد 3 رو کامنت کن تا به صورت اتوماتیک داخل دایرکت برات ارسال بشه.